استاد بازار صابر در کوی سخن در دوران معاصر رهکشای نوین است. شما ببینید همین شعر زبان مادری پرچم وطن دوستا شد، پرچم ملی ما گردید، چون که همه چیز نو بود. در باره زبان شعرها زیاد بودن، اما استاد بازار باز هم با تازه بیانی و تصویرهای بسیار نوی شاعرانه، بازیافت‌های شاعرانه که در زمینه بسیار مستحکم دانش گفته شده بودن ظهور کرد. از سری 100 منبر افتادند ناظرهای او تا نفتند از زبان خویشتن. در سری 100 دار جان دادند شاعرهای او تا نفتند بر زمین قدر سخن. شاعران را مسپارد نبوسیده بخواب، شاعران را مسپارد نبوسیده بخواب. امروز عید است، عید شعر نو، شعری همساز انسان و طبیعت، فرد و جامعه، وطندار و وطن. زادروز است، زادروزی خجسته شاعر بزرگ ملی ما. تا سال 1989 182 شعر استاد بازار صابر نوشته بود. سال 2003 شما می‌بینید مجموعه از گولی خورد تا سیم خورد. در این مجموعه ببینید اون دو مجموعه اول رو، یعنی پیوند و آتشبرگ رو عموما به حساب نگرفته است، نور شعر حساب نکرده است و از همین گولی خورد تا سیم خورد همگی 60% اون شعرها رو جمع کرده است و با همونها رو تحلیل کرد. حتی مثلا شعری بود با نام فیردوسی، اونقدر شعری که ما رو از یاد بگذاریم. خورشید رفت و از پس خورشید بسته شد بیخی ستاره کوبی دلی شرم کوشیشم، شب کوره نگاهی من از لانه‌اش پرید، وقتی نوا ساعتی گوجه و گوشتم. این از همین 86 مصرع شعر همگی 2 مصرع باقی گذاشته است، تمام دیگه همه چی خط زده. یگان شاعر با بازار پیروی کردن نتونه. برای چی پیروان بازار کنند؟ چون زبان خود یافتن، همه ترکیب یافتن، همه خیلی نام گفتن، همه خیلی شاعرانه گفتن، خبری مرکز نیست. اما استاد بازار صابر شاعر موردشناس و موقع‌پذیر بود. از همه دستاوردهای وطن محبوبمان تاجیکستان عزیز بسیار روح بلند شد و شعرش روحی بسیار توانای احساس ملی و احساس وطنداری است. شعر تغییر سینا، شعر زبان مادری، شعر برای استاد عینی، برای بابا جان غفور، شعرهایی بودند که حفظ و منفعت‌های ملی را به میان می‌گذاشتند و حفظ می‌کردند منفعت‌های ملی را. احساس بلند خودشناسی داشتند و در زبان مردم، در زبان ملت همچون شعار صدا می‌دادند.